سلام به همه فوتبالی ها و تیرکی گل. امیدوارم که حالتون خوب باشه، رفقا و شاد و پر انرژی باشید. خوش اومدید به تیرک. امیدوارم که حالتون خوب باشه و دلاتون شاد باشه. یه روز دلانگیز رو شروع کرده باشید. امروز 5 نوامبر چهارشنبه، بنده امیر در خدمت شما هستم با آخرین اخبار، حواشی و اتفاقات داغ فوتبالی که میدونید راجع به چی قراره صحبت کنم. چمپیونز لیگ. دیشب لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. درسته بازی خیلی پرگلی هم نداشته، آخه تیم‌های قوی این بار به هم خورده بودن. اونم توی یه هفته ما 2-3 تا بازی حساس داشتیم و چه بازی‌هایی هم بود انصافا. یکی از یکی بهتر و نوبرتر. 2 تا بازی که زود هنگام برگزار شدند، بازی ناپولی و فرانکفورت بود یکیش که این بازی با نتیجه 0-0 مساوی به اتمام رسید. دیگه من واقعا چه عرض کنم، ناپولی هم اوضاعش خیلی بیریق شده با وجود اینکه ناپولی 18 تا شوت زد به سمت دروازه فرانکفورت. تیم برتر زمین بود، مالک توپ بودند، ولی فرانکفورتیا واقعا عالی بازی کردند و عالی دفاع کردند. با این مساوی اوضاع ناپولی فرانکفورت تو جدول همونی که بود میمونه تقریبا، مگر اینکه تیم‌هایی که پشت سرشون اگه بازیشون رو ببرن اینا قطعا سقوط میکنن. اسلاویا پراها و آرسنال 3-0 نماینده جمهوری چک رو در هم میکوبه. دهن سرویسا پنالتیشون هم از رو کرنر میگیرن، یه ارسال کرنر، یه پنالتی و ساکایی که میزنه به سمت راست دروازه و گل اول بازی رو به ثمر میرسونه. در ادامه در نیمه اول ما همون یه دونه گل داشتیم کلا. نیمه دوم بازی اصلی آرسنال شروع شد و میخای آخر بر تابوت جمهوری چک کوبوندند. ابتدا میکل میرینو روی ارسال لئوناردو تروسار مثل آب خوردن، مثل قند و قروت چیکار کرد؟ دروازه رو باز کرد میکل میرینو. لام از سبت هافکی، تو مهاجم نوکی، چی تو اصلا کجا چجوری رفتی اونجا گل زدی؟ واقعا تروسار هم عالی واسش ارسال کرد. جالبه که دوای پرا انقدر باز بود، یکیشون مرینو رو نگرفته بودن، اصلا مونده بودن. میکل مرینویی که خب تعجبی نداره، جای ویکتور یوکرش مصدوم، یعنی از خود یوکرش هم اینجوری بگم بهتر داشت بازی میکرد دیشب بجاش. یوکرش مصدوم بود، نتونست به این بازی برسه. خب نو پرابلم. به خاطر چی؟ ما میکل مرینو رو داریم، یه مهاجم نوک ذاتی، پستش هافبکه ولی نوک لامصب. و گل دومم که دوباره میکل مرینو این بار روی ارسال دکلان رایس با یه ضربه سر پشت سری، اینجوری اصلا دروازه رو هم ندید، فقط به توپ ضربه زد و گل. به همین راحتی مثل قند و نبات دروازه اسلاویا پرا رو باز کرد میکل مرینو برای 2 بار. در ادامه هم که انقدر خیال آرتتا راحت شد که جووناش انداخت، یا مایس لوئیس اسکلی رو انداخت، جهین کاپیه، بنوای جای تیمبر اومد تا یکم ریتم پیدا کنه. مکس داومن 15 ساله رو جای لئوناردو تروسار انداخت و مکس داومن با 15 سال سن تبدیل شد به جوانترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا. یعنی هرچی یامال و نمیدونم فاتی و دوئه و هرچی بود و شست برد با خودش. آقا تموم شد، رکورد به نام مکس داومن ثبت شد. آرسنال اینطوری شد که 3-0 و با یک کلین شیت دیگه دهن سرویس این بازی رو برد. آقا این 8مین بازی متوالیه که آرسنال هم داره میبره هم داره کلین شیت میکنه. مگه میشه؟ من دارم پشمام میریزه انصافا. 769 دقیقه است که دروازه‌شون تو هیچ رقابتی باز نشده. اصلا میدونی بهتون یه چیت بدم، تو فوتبال فانتزیاتون فقط داوید رایا رو بگیره دروازه‌بان، تمام 6 امتیازتون ضمانت به خدا. یعنی مگه میشه انصافا؟ خط حمله آرسنال ساکا، تروسار، مرینو همه نقش داشتن تو این پیروزی. با 57% مالکیت تو، با ایکس جی 1.78، با 14 تا شوت که 8 در چارچوب بود، آرسنال موفق شد که این بازی رو ببره و خیلی هم راحت. اینا 2 تا بازی بودن که زود برگزار شدند. ولی بریم سراغ اون 7 بازی که همزمان ساعت 10:30 به تایم تهران برگزار شد. اولین بازی اتلتیکو مادرید 3 یونین سلجین واز 1 و نماینده بلژیک که اتلتیکو 3-1 موفق شد شکست بده. گل اول بازی رو خولیان آلوارز موفق شد بزن رو پاس پسر سیمونه، جولیانو سیمونه. چقدر واقعا بازیکن خوبیه، یعنی جوری بازی نمیکنه بگن با پارتی بازی پدرش اومده. واقعا استحقاق اینو داره که همیشه ترکیب فیکس باشه و سیمونه هم همیشه اینو دریغ نکرده از پسرش. بعدش هم آنتوان گریزمان اومد یه گل بزنه، بنده خدا که گلشو آفساید تشخیص داد وی آر. رفتیم نیمه تو نیمه دوم کانر گالاگر موفق شد که به این شکل گل دوم بازی رو به ثمر برسونه. گل سومم که این بار مال یورین سلجین واز بود، اختلاف به 1 گل رسوندند، ولی خب دقیقه 96 مارکوس یورنته موفق شد پاس تییاگو آلمادا چیکار کنه؟ دروازه رو باز کنه. این تییاگو آلمادا خیلی خوبه، بازیکن واقعا سربزیریه در خدمت تیم. به این شکل اتلتیکو مادرید با این پیروزی اون شکست تلخ مقابل آرسنال در هفته قبل رو فراموش میکنن، جبران میکنن و یه سر و سامانی هم
به اوضاعشون تو جدول میدن و الان اتلتیکو مادرید رسما 6 امتیازی شده و خودش آورده بالا. در ادامه موناکو هم 1-0 از صد بلوگلیمت نماینده نروژ عبور کرد. بازی یوونتوس اسپورتینگ هم 1-1 مساوی شد. یعنی اولم این یووه بود که گل خورد. اسپالتی تو این بازی هم سعی کرد زیاد سیستمی که تودور پیاده کرده بود دست نزنه. سیستم همون سیستم 3-4-2-1 بود. ولاهویچ تو نوک بود. ایلدیزی که میگفتن مصدوم به این بازی نمیرسه رسید. متاسفانه تو فوتبال فانتزی هم داشتمش، با ضررم کشیدمش بیرون، ولی کار خاصی هم نکرد. ایلدیز کلا عملکردش خوب بود. و تک گل یوونتوس هم که دوسان ولاهویچ زده. چقدر بازیکن خوبی این ولاهویچ. این یووه چرا تمدیدش نمیکنه آقا؟ عیب نداره پول زیادی گرفته. لامصب بهترین مهاجم نوکته. جاناتان دیوید آردی نتونست. اوپندا هم که معلوم نیست اصلا کدوم گوریه و اون دیگه هم که اصلا اونم معلوم نیست واقعا داره چی کار میکنه. یه عالمه خرید کرده یووه ولی نمیدونه واقعا ازشون چه جوری استفاده. مثلا ژگرووا، اصلا این ژگرووا چی کار میکنه خدا میدونه. اوپندا هم که همش نمیدونم مصدومه یا اصلا میاد بازی میکنه، نمیگه بهش اصلا بازی نمیرسه. یووه این بازی رو هم به سختی 1-1 مساوی کرد تا بلکه همچنان تو اروپا هم در بحران بمونند. این فیفا دی که میاد بهترین فرصت تو اسپالتی این تیمو میدونید بکوبونه از نو بسازه. اولمپیاکوس یونان و آیندهوون هم 1-1 مساوی کردن. آیندهوون دقیقه 93 با یک تعویض طلایی پپی بازیکن آمریکاییشون اومد گل زد و از فرار گریختند، وگرنه که اولمپیاکوس 3 امتیاز مفت تو جیبش کرده بود. تاتنهام 4 کوپنهاگن 0. چه بازی محشری بود این بازی، با وجودی که این تاتنهام از دقیقه 55 به بعد 10 نفر شده بود، قبلش 2 تا گل زده بودند. گل اول برنان جانسون رو پاس خوب زیبایی حرکت عالی ژاوی سیمونز به ثمر رسید. سیمونزی که بالاخره جواب منتقدین رو داد و گفت آقا این 70 میلیون پونده جای دوری نمیره، نگران نباشید، یه خورده صبر کنید، ما هم آدمی، ما باید وفق بدیم خودمونو. گل اول بازی اینجوری ثمر رسید. با گل دوم اودرت رو پاس رندل کولوموانی دیگر خرید جدید تاتنهام به ثمر رسید. رندل کولوموانی هم یه خودی نشون داد، گفت ما هم هستیم این وسطا. بعدش همین برنان جانسون اومد کارت قرمز مستقیم گرفت، از داور اخراج شد به خاطر کاری که انجام داد تا ژاوی سیمونز قربانی اخراج بشه و ژائو پالینیو به هر حال به جای ژاوی سیمونز وارد زمین شد. ولی تاتنهام افت که نکرد، هیچ 2 تای دیگه هم زد. این بار میکی فندفن چیکار کرد این پسر؟ روح مارادونا حلول کرد تو جلدش. از محوطه جریمه خودی ببینید توپو گرفت رفت محوطه جریمه حریف و بوم. توماس فرانک در مورد این گل میدونید چی گفت؟ گفت فکر کردم یه لحظه مسی تو زمینه، مسی رو تو تیممون داریم و اصلا یه لحظه آخه فقط مسی از این کارا بلده. شما سرعتشو ببینید، فقط بی‌دلیل نیست. انصافا میکی فندفن بالاترین سرعت یه بازیکن تو تاریخ لیگ برتر رو ثبت کرده، یه گل انفرادی و دیدنی و جذاب. ولی منو بیشتر یاد سون هیومین انداخت. خدایا انصافا سونم یه دونه از این گلای خوشگل اینجوری زده بود. گل چهارم هم ژائو پالینیا روی پاس کریستیان رومرو که جای ژاوی سیمونز اومده بود موفق شد بزنه. تاتنهام 4-0 کوپنهاگن نماینده دانمارک رو در هم کوبید. اوضاع خوبی هم تاتنهام توی جدول دارن. و اما بریم سراغ 2 بازی حساس و آخرمون. پاریس سن ژرمن 1 بایر مونیخ 2. پشماتون بریزه آقا، این چه بازی بود، چه بازی. یعنی واقعا فکر می‌کردید که بایر مونیخ پاریس سن ژرمن و مدافع عنوان قهرمانی رو شکست بده؟ من واقعا باورم نمیشد. میگفتم تهش این بازی مساویه، ولی خب پاریس سن ژرمن میتونه بایرن رو ببره. چه تیمی ساختی آقای ویسن کمپانی هیولاها رو ساختی. بریم سراغ گزارش و فعل و انفعالات بازی. گل اول روی پرسش سنگین و شدید بابارایی ها، مایکل اولیسه تو بهش میرسه، فرار رو به جلو، تک به تک و میگیره ازش لوکاس شوالیه، ولی ریباندش میفته دست لوئیس دیاز خانم بوم دروازه نسبتا خالی رو باز کرد. مارکینوش بنده خدا هر کاری هم کرد نتونست توپو جلوشو بگیره و گل اول بازی به این شکل به ثمر رسید. چیزی نگذشت که دقیقه 23 فشار پاریسیان کماکان جواب داد. بازی خیلی بازی نزدیکی بودا و این بار پاریس سن ژرمن به گل رسید، ولی در شرایط آفساید. عثمان دمبوس خان بابا زحمت بده خودت این ور تو آنساید قرار بگیر داداش و میخواد بره خوشحالی هم کنه بیشرم. و داورم که به هر حال با گزارش وی آر فهمید که گل اصلا در شرایط کاملا آفساید قرار گرفته. بعدن اون SOAT سیستم آفساید نیمه خودکارم وارد عمل شد و به ما نشون داد که دقیقاً نصف بدن کمتر دمبله تو آفساید قرار داشت. ولی 2 دقیقه بعد همین صحنه دمبوس خان مصدوم شد. کانگین لی
جاش اومد. حالا اون موقع جریان بازی همه گیج شدن، چی شد؟ یعنی که چرا دمبله رو در آورد اینا؟ ولی نه، به نظرم مسئولیتش اوت کرده و دمبله اوت، کانگینلی هم داخل زمین شد. ولی در ادامه باز همین بایر مونیخ بود که به گل رسید. باز هم لوئیس دیاز از یه توپ سرگردان به خاطر پرس شدید باوارایی ها رسید دست مارکینیوش خان. مارکینیوش گیج خدا هرکی اومد خودشو بهش زد ولی توپو گرفت. خوب چپ راستش هم نگاه کرد که دیاز داره میاد، دیاز هم توپو گرفت و بوم، دروازه برای بار دوم توسط لوئیس دیاز باز میشه. دیاز 2 پاریس سن ژرمن 0. کاپیتان مارکینیوش شاهکار خودشو کامل کرد دیگه. یه اصلا اشتباهی خیلی مضحک، یه اشتباهی خیلی بزرگ در شب بزرگ و پارک د پرنسی که سر خود پاریسیا هوار شده بود و جهنمی شده بود و آخرین اون گیلاس روی کیک هم گذاشته شد. این صحنه جنگ اشرف حکیمی دیاز روی توپ و این تکل بی‌محابای لوئیس دیاز روی پای اشرف حکیمی که داور اول کارت زرد میده ها، ولی بعدا میبینیم اشرف حکیمی داره گریه میکنه، مرد کنده. داورم با بررسی ویار بهش میفهمونن که بله دیگه کارت زردشو به قرمز مستقیم تبدیل کرد. لوئیس دیاز 2 تا گلشو زد، انتقام رفیقش موسیالا هم گرفت، حتی دمبله هم مصدوم شد. یه انتقام خیلی سفت و سخت گرفتن انصافا از رفیقشون. آخه موسیالا تو همین بازی برابر پی اس جی تو جام جهانی باشگاه مصدوم شده بود و این بار به جای یه مصدوم یا قربانی 2 تا قربانی گرفتن باوارایی ها. خیلی هم اعتراض کردن به داور ولی خب داور رو تصمیمش مصمم بود و کارت قرمز مستقیم به دیاز داد و نیمه دومی که قرار بود شروع بشه بایر میدونست که ما قراره چی 10 نفره بازی رو شروع کنیم. تو نیمه دوم تنها تغییری که به وجود اومد تام بیشوف به جای سرژ گنبری وارد زمین شد تا تیم ویسن کماری کم تعادل پیدا کنه. البته گنبری هم خیلی خوب بود ولی خب چه کنیم، قربانی اخراج لوئیس دیاز شد. یه تیرک خوشگلم زد سرژ گنبری، خودش فکر کرد گل میشه، رفت خوشحالی کنه که دید به تیرک خورده. در ادامه گونجالو راموس جای براد بارکولا، ژائو نویز جای فابیان رویس، همه هافبک هجومی و هرچی عناصر هجومی رو داشت تو زمین ریخت لوئیس انریکه تا بلکه بتونه این 2 تا گل جبران بشه مقابل بایرن 10 نفره. ولی مانوئل نویر چه دروازه‌بانی داشت میکرد. مال نویر انقدر موقعیت‌های ایدئال پاریسیا رو گرفت، هشم واسه پاریسیا نمون. این دیگه کیه؟ واقعا 39 سالشه این بشر. آره داداش، ژائو نویز هم از وقتی اومد انقدر خوب بود تا اینکه روی ارسال زیبای کانگینلی با یه ضربه والی خوشگل دروازه بایرن برای بار اول پاریسیا موفق شدن باز کنن توسط ژائو نویز و حساب کار 2-1 شد. 15 دقیقه دیگه هم دست نخورده باقی مونده بود و پاریس سن ژرمن 11 نفر، یه نفر بیشتر داشتن، اختلافم فقط یه گل بود ولی هر چه زدن به در بسته خوردن. در ادامه کیم جای مایکل اولیسه، لئون گوریسکا جای هری کین اینا اومدن تا بایر مونیخ بتونه این نتیجه رو با چنگ و دندان هم که شده حفظ کنه و همینم شد. یعنی چه موقعیت‌هایی هم داشت انصافا ولی هیچ موقعیت پاریس سن ژرمن تبدیل به گل نشد. بهترین بازیکن زمین کی شد بگید؟ جناب آقای مانوئل نویر. داداش واقعا 39 سالته، من باورم نمیشه. 8 سیو موفق که 4 تا از این 8 تا سیوش داخل محوطه جریمه بود. 18 تا پاس بلند صحیح و جلوگیری از به ثمر رسیدن 1.78 XG. نمره عالی هم گرفته از طرف فوتمو با 8.3 7.46 هم از هو اسکورد گرفته. داداش تو دیگه کی هستی؟ دست شیطونو بسی انصافا. و اما آخرین بازی لیورپول 1 رئال مادرید 0. واقعا نتیجه فریبنده است، یه جورایی آدمو گول میزنه ولی شما گول نخورید. لیورپول واقعا تیم سر زمین بود، تیم برتر بود. حالا کنفرانس مطبوعاتی اشتوژابی رو کاور میکنیم ولی به اوناش کاری نداریم، ما چشم دید خودمون رو میگیم. کسایی که خلاصه مثلا بازی رو ندیدن زنده اومدن خلاصه‌شو رو دیدن، اینا خلاصه هم ببینید میبینید که همه موقعیت‌ها مال لیورپوله. یعنی مثل مور و مرخ ریخته بودن رو دروازه رئال مادرید. لیورپولی که انگار فکر میکرد باید ما انتقام همه فینالایی که به رئال باخته بودیم و بازیایی که باخته بودیم و همینجا یهو بگیریم. اگه تیبو کورتوا تو این بازی نبود رئال مادرید قطع به یقین تحقیر میشد. تیبو کورتوا یکی از بهترین های بازی بود، عملکردش واقعا عالی بود. تیبو کورتوا 8 سیو که 4 تا از سیوهای تیبو کورتوا داخل محوطه بودا و از ایکس جی 2 چی موفق شد جلوگیری کنه که به ثمر، یعنی 2 تا گل پتانسیل رو داشت که دروازه رئال باز بشه 2 بار، ولی کورتوا ایکس جی که گرفت 2 بود. نمره 7.5 از هو اسکورد، 3 تا از 3 تا خروج
بازیش موفقیت آمیز بود، یعنی 100 از 100 دیگه چه عرض کنم. توی همون دقایق اول دقیقه 22 بازی اولین موقع خطرناک بازی رقم خورد که فلوریان ویرتس چه پاس در عرض خوشگلی واسه سوبوسلای داد، تک به تکی که کورتوا از سوبوسلای گرفت و به این شکل دروازه رئال مادرید از یک گشوده شدن زود هنگام نجات پیدا کرد. بازی همچنان و کماکان در دست لیورپولی ها بود و تا اینکه داخل محوطه جریمه یه صحنه توپ میخوره به دست وینیسیوس جونیور و داور پنالتی به سود لیورپول میگیره و بعد از بررسی‌های وی آر دوباره از تصمیم خودش منصرف میشه و ادامه بازی رو اعلان میکنه. البته آرشیو وی آر هم که اسپانیایی تقریبا خیلی قبولش دارن اعلان کرد که آره اعلام نکردن پنالتی تصمیم درستی بود چون اون صحنه پنالتی نبود. نیمه اول با تمام خوب و بدیاش تموم شد. وینی کارت زرد گرفت، دین هاوسن کارت زرد گرفت و در نیمه دوم بالاخره حملات لیورپولیا جواب داد و دقیقه 61 الکسیس مکالیستر رو ارسال دومینیک سوبوسلای به این شکل با این ضربه سر قدرتمند دروازه تیبو کورتوا رو فرو ریخت و حساب کار 1-0 شد. این کورتوا گل نمیخورد اصلا. قبلش دومینیک سوبوسلای با پای راست خودش با یک شوت بیرون پا این سوپر شوت رو زد که تیبو کورتوا مهارش کرد و تا اینکه رئال سراسیمه حمله شد. رودریگو به جای کاماوینگا وارد زمین شد. ترنت آرنولد دقیقه 81 جای آردا گولری که محو بود داخل زمین. اصلا گولری که از بدترین بازی ممکنش این فصل زیر نظر ژاوی کرد و چقدرم هوش شد آرنولد، چقدر هوش شد بنده خدا. یعنی 20 دقیقه ما کر شدیم. قبلش هم تو گرمکاری هم اومده بود. خلاص هر بار به توپ میشد حسابی هوش میکردن. جالب میدونید چیه؟ الکسیس مکالیستر هم گلی که زد شادی گلشو میدونید به سبک کی رفت؟ به سبک ترنت آرنولد رفت. آقا این دیگه بده، خیلی بده انصافا. یعنی بیای جلو هم تیمی سابقت به سبک خودش یه بوسه هم بفرستی، خوشحالی گلش هم بری، همش کنایه و حمله است. یعنی تو رفتی، تو تنها قدم خواهی زد، نما تو بدبخت شدی، نما. تا اینکه به هر حال رالی که سراسیمه حمله بود، براهیم دیاز هم جای والورده اومد. والورده واقعا داره حیف میشه سمت راستا. یعنی سوبوسلای داشت وسط زمین آقایی میکرد برای هر دو تا تیم. اگه والورده می بود شاید رئال هم میتونید از شوت‌های راه دور والورده مثل سوبوسلای واسه لیورپول بهره ببره. سوبوسلای عالی بود. یه صحنه داشت شوت میزد، مکالیستر دستاش آورده بود جلو صورتش که توپ نخوره. به شوتای به شدت قدرتمندی داره سوبوسلای. تا اینکه دقیقه 86 یه موقع خیلی خطرناکی دیگه روی ضد حمله واسه لیورپولیا مهیا شد که باز هم ویرتس چون پاسی داد به محمد صلاح چون فرصتی رو میس کرد. محمد صلاح یه صحنه دیگه موسلا ساخت واسه کودی خاکپو فرصت از دست داد. آقا الکی ایکسی که حالا ثبت کرده کورتوا 2 الکی نیستا، جلوی خیلی از گل‌های یعنی 100% رو تیبو کورتوا گرفت. تا اینکه حتی آرنشتوت هم عقب نشست، در مقابل تعویض هجومی رئال تعویض هجومی کرد. کرکز تازه نفس جای رابرتسون وارد زمین کرد، فدریکو کیوزا رو جای فلورن ویرتس وارد زمین کرد، خاکپو رو جای هوگو ایکیتیکه وارد زمین کرد و همه اینا جوابهای چی؟ تعویضای ژاوی بود. واقعا بازی تاکتیکی و شطرنج گونه‌ای رو تماشا کردیم. بریم آمار این بازی رو با هم ببینیم. مالکیت توپ 61 به 39 به سود رئال مادریده، ولی ایکس جی لیورپول 2.5. 17 تا شوت کرده لیورپول که 9 تاش داخل چارچوب بوده. چیکار کردی تیبو کورتوا؟ از این 9 تا 4 تا خلق موقعیت بزرگ گلزنی داشتن لیورپولی ها و 3 تا حالا موقعیت بزرگ گلزنیشون رو میس کردن. همون یه دونه تقریبا گل شده دیگه. دقت باز 77 به 87. یعنی این ژابی آلونسو رئال مالکیت توپش، پاسکاریش ایناش همش خوبه ها. تو بازی بزرگ موقعی بعد جور دیگه توپق میزنند. پیروزی بزرگی بود برای لیورپول. بعد از پیروزی اول هفتهشون مقابل آستون ویلا، حالا تو لیگ قهرمانان به پیروزی میرسن. نوار بردهای متوالی یا رکورد 100% پیروزی رئال رو پاره کردند لیورپولی ها. اینم صحنه‌ای بود که مکالیستر موفق شد چی؟ گل بزنه و بر رئالی ها که به نظرم کاماوینگا بود، نمیدونم اینجوری به هر حال پر کرده بود صحنه گل رو. و اینم یه صحنه دیگه داخل محوطه لیورپولی که کانر برادلی با دستش میزنه به صورت وینی هم یه تمارزی کرد که البته آرشیو وی آر هم تایید کرد. خب داورم پنالتی نگرفت، گفتن نه اصلا پنالتی نبود. کانر برادلی اصلا وینی رو تو جیبش گذاشته بود. این توی 2 بازی اخیرم که رئال لیورپول داشته عملکرد برادلی مقابل وینی و امباپه عالی بوده. 2 تا کلینشیت، پاس گل، 7 تکل صحیح، یعنی رسما تو جیبش بودن دیگه اینجوری بگم. ولی آنفیلد هم چه جو وحشتناکی رو علی آرنولد به راه انداخته بودن. واقعا جو به شدت وحشتناکی. محمد صلاح هم بگیم که تو نیمه اول، فقط تو نیمه اول آماره 4 بار تو نبردهای تن به تن تلاش کرد تا از کار راست رد شه، تو همش هم ناموفق. آرشیو وی آر هم این صحنه‌ای که توپ به دست شوامنی خورد. آره من قبلتر گفتم وینی. داور تو این صحنه گفته تصمیم
تصمیم درست گرفت و اصلا پنالتی نبوده. این شوامنی چقدر خوش شانس تو یکی از ال کلاسیکو اینجوری دروازه‌بانی کرد، داور پنالتی نگرفت. تو این بازی مهم و حساس هم تو به دستش خورد، داور پنالتی نگرفت. واقعا میدونید یه انگار چی میگن، یه مهره شانس خیلی قدرتمند، مهره مار داره یه جورایی انصافا. خب اینم همه بازیایی که دیشب برگزار شدن. جدول ببینیم با هم، بعد میریم سراغ بازیای امشب. بایر مونیخ و آرسنال حالا تنها تیم هایی ان که یعنی سنوار پیروزیشون 100 از 100 تعداد بردشون، هر دو تا 12 امتیاز کامل، هر دو تا اختلاف گل 11. فقط فرقش اینه که بایرن گل بیشتر زده رفته صدر جدول، ولی مشترکاً شما فکر کن اینا صدر جدولن دیگه. پاریس سن ژرمن هم با 9 امتیاز، اینا دیگه تیمای 9 امتیازی ان. اینتر، رئال و لیورپول اینا با تازه اینتر بتونه بازیشو ببره میشه جزء تیمایی چی که هر 4 تا بازیشو بردن. اینتر هم واقعا کم از بایرن و آرسنال نداره. بازی امشبشون هم خیلی آسونه. مقابل غیرت آلماتی قزاقستان بازی دارن، اونم تو خونه خودشون، مثل آب خوردن غیرت رو میبرن و میرن کنار دست بایرن و آرسنال میشینن. دورتموند و منسیتی که امشب با هم بازی دارن، حالا میگم در موردشون، اینا با 7 امتیاز چسبیده به هم، یکی 8 یکی 9 یکی اون ور مرز یکی این ور مرز. اسپورتینگ لیسبون هم 7 امتیازیه که به هر حال اسپورتینگ هم یکی از خوبهای روزگار، مساوی کرد مقابل یوونتوس، مقابل تیم قدرتمندی هم امتیاز گرفت. بارسا امشب ببره 9 امتیازی میشه، خودشون میتونه برسونه به رئال و لیورپول و پاریس سن ژرمن. مثل آب خوردن. بارسا بازی امشبش خیلی بگیم سخته نیست، با کلوب بروخی بازی داره که دیگه میبینید اون پایینا رتبه 24م، یووه 23م، ناپولی 21م، اتلتیکویی که بازیشو امشب برگزار کرد 6 امتیازیشو 4م، چلسی هم بتونه امشب بازیشو ببره، اونم مثل بارسلونا 9 امتیازی میشه. نیوکاسل هم داستانش همینه دیگه. بریم سراغ بازیایی که امشب برگزار میشن. دو تا بازی زود هنگامی که برگزار خواهد شد. پافوس قبرس مقابل ویارال اسپانیا ساعت 9:15. همزمان با این بازی قره‌باغ میزبان چلسی هم فکر کنم ببره بازیشو دیگه. هفت تا بازی که ساعت 10:30 شب تهران 11:30 کابل برگزار میشن. آیاکس، گالاتاسرای، بنفیکا، لورکوزن، کلوب بروخه، بارسلونا، تیمایی که اول اسم میبرم همه میزبانن. اینتر، غیرت آلماتی، منسیتی و دورتموند امشب این بازی رو بشین نگاه کنید. مارسی، آتالانتا و نیوکاسل اتلتیک بیلبائو که این بازی هم بازی قدریه ها، بازی سختی. درست اتلتیک بیلبائو فقط 3 امتیاز داره، اوضاعش خرابه. نیوکاسل 6 امتیاز داره، ولی خب لیگ قهرمانان و قابل پیش بینی اصلا نیست. خب یه 3-4 دقیقه وقت داریم ما. یکی از هواداری رئال دیشب قبل بازی که شروع بشه رئال لیورپول تو آنفیلد از نامزد حالا دوست دخترش یه جوری دیگه خواستگاری کرد و چه حالی هم واقعا کردن. جلوی 60,000 نفر کل استادیوم تشویقش کردن و دیگه ادامه ماجرا و اینا که بماند. انریکه خانم که یکی از حواشی بازی که بازم رفت نیمه اول از اون بالا بازیو ببینه و یه 2 گل خوشگلم از لوئیس دیاز رو تماشا کرد. البته مسئولیت بازیکن‌ها ایناش هم که دید. اشرف حکیمی بدبخت که همین پریشب بود تو تیم منتخب سال فیفا قرار گرفت. بعد دیروز تولد 27 سالگیش بود. شب تولدش هم که اون مسئولیت وحشتناک دیشب سراغش اومد. یعنی تو عرض 24 ساعت چه اتفاقات خوش و ناخوشی، یعنی تلخی شیرینی رو با هم چشید اشرف حکیمی بنده خدا. این مکالسی هم که میبینید اینجوری نبینید. این آرژانتینا نمیدونم یه مشکل خاصی با رئال دارن. خلاصه بهترین بازیکن بازی شناخته شد مکالیستری که پارسال هم تو بازی مقابل رئال هم گل زد هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. عین سناریو تکرار شد. مکالیستری که فقط 3 گل تو لیگ قهرمانان زده که 2 تاش مقابل رئال بود، یکی دیگه‌ش هم مقابل بولونیا بود. فندایک در پایین بازی گفت که انصافا دیگه داشتم فکر می‌کردم اتفاق فینال سال 2022 داره تکرار میشه. ما هی میزنیم کورتوا میگیره، آخرام اینا یکی میزنن و 1-0 میبرن. ولی خب این بار تونستیم که بر سرنوشت چیره بشیم و اجازه ندادیم که این اتفاق دوباره تکرار بشه. آقا ترسیده بودن انصافا. واکنش رئالیا هم که متفاوت بود دیگه. آلوارو کاراس گفت با ورزشگاه سختی اومدیم که فقط به خاطر جزئیات بازی رو باختیم و روی اشتباه گل زدن و این گل پیروزی رو واسهشون برمغان آورد. واقعا فکر یه اشتباه داداش 2-3 تا ضد حمله خطرناک خوردید. جود بینینگام ولی خیلی مثبت اندیشانه تر صحبت کرد. گفت سال گذشته ما مقابل لیورپول خیلی بدتر از اینا بودیم، ولی دیگه نمیتونیم اجازه بدیم این شکست روند خوب ما رو خراب کنه. نیمه اول ما رو لیورپول مسلط بودیم، ولی نیمه دوم اوضاع مثل قبل نبود و وقتی اونا تو نیمه دوم گل زدن ما سعی کردیم سخت پرس کنیم، ولی مالکیت رو از دست دادیم. وقتی ضعیف‌تر بودیم به اونا فرصت‌های بیشتری هم دادیم. گرت بیل هم ریخت، اصلا گرفت شیلنگ رو روی امباپه و وینی. گفت ما اصلا ندیدیم که امباپه و وینی بتونن تغییر ایجاد کنن، اونا باید اونجا می بودن تا رئال به بازی برگردونن. ناامید کننده بود که یه سوم پایانی زمین سطح بالایی که از بازیکن رئال انتظار داریم و نشون نداد. یه موقعی باید مستقیما با مدافع درگیر بشید دیگه. من فکر می‌کنم امباپه و وینی از هر بازیکن دیگه تو زمین سریع‌تر بودن و تنها کسایی بودن که میدونستن چه جوری باید پاسخش رو بدن. شاید به این خاطر که کسی تو محوطه نبود که سانترا دریافت کنه. شاید هم ما تو رئال واقعا به یک مهاجم شماره 9
نیاز داریم. آقا امباپه که اصلا میدونی فقط یه شوت زد تو کل بازی، اصلا آمار خیلی عجیب غریب بود. رال اصلا هیچ شوت خاصی به سمت دروازه لیورپول نزد. آرن سلوت هم در مورد کانر برادلی گفت فوق‌العاده بود. رویارویی‌های مکررش با وینی تو موقع تک به تک با سر بازیکن آسون نیست، ولی برادلی واقعا شگفت انگیز. واقعا برادلی همه بازی‌ها بده، مقابل رو عالیه. یه آمار پشمیزون بگم، از فینال 2022 23% سیوهای تیم کورتوا تو لیگ قهرمانان مقابل لیورپول بوده. رئالیا برید خدا رو شکر کنید که کورتوا رو دارید انصافا. آرن سلوت به خاطر اینکه یکم تواضع نشون بده گفت بیاید قضیه رو روشن کنیم. خب ما از یک ضربه ایستگاهی بردیمش. ضربه ایستگاهی که اصلا تو لیگ انگلیس این ست پیسا میدونید دیگه بیچاره کرده همه رو. بن رونی هم که کارشناس BBC بود اونم گرفت رو رال، گفت رال امروز افتضاح بود، اصلا هیچ ایده‌ای نداشتن، خلاقیتشون صفر بود. خدایم همینجوری هم بود دیگه. وقتی والورده بره دفاع راست و خط میانی اینجوری باشه، درسته مثلا گوله رو اینا توی مقابل تیم‌های معمولی خوبن، ولی تو مقابل تیم‌های بزرگ باید خب واقعا هیچ خودی از خودشون نشون بدن. خط هافگرال واقعا داغون بود، یعنی نتونست انصافا اون خلق موقعیت‌های خوبی که بکنن و یا توپایی که به امباپه برسونن رو نرسوندن، یا اگه توپا میرسه یه جوری بود که 8 تا بازیکن مثلا میومد دور و بر امباپه رو میگرفتن. بازی گره خورده بود رسما بدون تاکتیک خاصی، یا شاید تاکتیک داشت یعنی حالا بعد بگیم تاکتیک نداشت، تاکتیک جواب نمیداد. و حالا من بازم بگم نبود کروس، خب رالی همه میدونن دیگه. جنبندی اگه بکنیم به نظرم مقصر اصلی تاکتیک ژابی، بعدش کاماوینگا، حسین، بعدش خط هافبک تیم. در کل خب رئال بازم بعد از اون اتلتیکو یه شوک دیگه مثل این بازی نیاز داشت، یه چالش عالی که دوباره ضعفای بیشترش رو پدیدار کنه، به خودش بیاد. چه بهتر خب که الان اونم نه تو مرحله حذفی، مرحله‌های بالاتر. البته باز نظر دیگه ای داره ژابی آلونسو، میگه ما تو نیمه دوم اشتباهات اضافی داشتیم و ابتکار عملمون از دست دادیم. ما رسیدن به خط آخر واسه ضربه زدن به اونا سخت بود. از اول سعی کردیم روی یه هافبک چهارم حساب کنیم که با آردا اونم به عنوان هافبک داخلی بود. بازی نزدیکی بود، ولی تو نیمه دوم خیلی توپ‌های ثابت بود و لیورپول تو این بخش خیلی خوب بود. امشب تیمو سرزنش نمی‌کنم چون همه تلاششون رو کردن. باید کامل متمرکز می‌بودیم تا گل نخوریم. آخرش اون گل بهشون برتری داد و کارمون یه خورده سخت شد. توی ثلث آخر بازی هم نتونستیم تک به تک رو ببریم یا خط دفاع لیورپول رو باز کنیم تا موقعیت واضح گل بسازیم. با حس بد این بازی رو ترک می‌کنیم و از فردا به فکر رایو هستیم. به هر حال این تصمیماتی که می‌گیریم، بعضی بازیکن‌ها خوبن و به همه نیاز داریم. امروز بعضی چیزا خوب پیش رفت و بعضی‌ها هنوز نیاز به بهتر شدن دارن. جوم که خیلی استرس‌زا بود، این حسو نداشتم که لیورپول از ما بهتر. احساس می‌کنم خوب رقابت کردیم، فقط به خاطر جزئیات کوچیک باختیم. بازی مساوی بود. واقعا موافقید بازی مساوی بود؟ من اینجوری فکر نمی‌کنم آقا جاوی. لیورپول یه بازی حساب شده بازی کرد. تازه لیورپول روی فرم فصل قبلم نبود که بگیم آره دیگه عیب نداره، این همون لیورپولی که مثلا فصل پیشو برده لیگ برتر رو، امسال هم وضعیتشون خیلی خوبه، مثلا صدر جدول انگلیسن و رئال تازه سرمربیش عوض کرده، بیاید زمان بدیم. نه، این لیورپول بحران زده‌ای بود که فقط کاری کردیم بود که حساب شده بازی کرد، چه خط دفاع بگیر چه تا خط حمله. تیمو کورتوا گفت هنوز باید وقتی بیرون از خونه مقابل این جور تیم‌های قوی بازی می‌کنیم ما بهتر بازی کنیم. ناراحت کننده بود. سعی کردم تیمو حمایت کنم ولی تو نیمه دوم اشتباهات زیادی جلو محوطه داشتیم. اونا تو این کار خیلی خوبن و از فرصتشون استفاده کردن و گلشون هم زدن. دفاعمون خوب بود ولی وقتی توپ دست خودمون بود تو آخر زمین تاثیرگذار نبودیم. توپا رو سری لو میدادیم. به هر حال حالا دو بازی دیگه داریم، اولمپیاکوس خارج از خونه که باید ببریم و بعدش هم منسیتی تو زمین خودمون. فندایک هم گفت که رئال خیلی تیم با کیفیتیه ولی نقاط قوتشون رو میدونیم، پس باید تو هر کاری حواسمون جمعی بود. ما عالی بازی کردیم. رسیدیم به پایان برنامه. مرسی رفقا، دمتون گرم که تا تهش ما رو همراهی کردید. بیشتر از اینا می‌خواستم صحبت کنم دیگه ولی وقتمون تمومه. تا برنامه‌های بعدی که در خدمت شما هستیم، خدا نگهدار.